یک بار برای همیشه بیا تا بهت انواع فلنج‌های رایج در صنعت رو بگم. اولی ساکت ولده، برای فشارهای بالا و پایپینگ سایز پایین هست که اتصالش به این نحوه: شما یه گپ 1.5 میلیمتر از داخل فلنج فاصله میدی، از بیرون جوش فیلت میزنی. دومی اسلیپانه، برای پایپینگ های فشار پایین استفاده میشه. اتصال این با لوله به این شکله که از داخل یه جوش فیلت میخوره، از بیرون هم یه جوش فیلت میخوره. فلنج بعدی ولدنک هست، برای سیستم‌های فشار بالا و دما بالا استفاده میشه. اتصالش به این صورته که یه جوش ریشه به گردن اون فلنج با لوله جوش میشه. فلنج بعدی ترد فلنج یا فلنج رزبه‌ای هست که برای پایپینگ های سایز پایین استفاده میشه، بدون جوشه و با یه روش اسکرو یا دنده استفاده میشه. و آخرین فلنجی که ما داریم بلایند فلنج یا فلنج کور هست که به صورت کامل مسیر رو میاد کپ میکنه و میبنده. به کمک یک سری بولت ها این کار انجام میشه.